وقتی که داشتم با گوشی کار میکردم یه دفعه یه نوتیفیکیشن به لپتاپم اومد و متوجه شدم که GTA V آخرین آپدیت خودشو داد و وقتی وارد بازی شدم صحنه‌های خیلی عجیبی رو دیدم و مثل اینکه GTA V داشت تبدیل به GTA VI میشد. این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین چون آخر این ویدیو یه مهمون ویژه از GTA VI داریم. برو بریم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا الان اومدم داخل بازی، مثل اینکه یه آپدیت جدیدی اومد. اول کاری لامار گوشی عوض شده؟ چقدر عجیب. واسه ببینم لامار داره زنگ میزنه. اول کاری چی میگه؟ الو سلام، چطوری لامار؟ بابا چطوری علی؟ چه خبر؟ قربونت مرسی. لامار نیومده چی میگی زنگ زد؟ علی خبر داری که چه خبر؟ چه خبره؟ چی شده؟ ببین یه بازی جدید اومده GTA VI. بعد الان مثل اینکه یه جزیره خیلی خفنی و اینا قرار یه روزی سفر کنیم تو اون جزیره. کلی ماشینای خفن قرار داشته باشیم و خلاصه خیلی خبر خوب داریم. الان اینو چه ربطی به ما داره؟ یه جزیره دیگه است که بعد GTA VI هم حالا فعلا نیومده. آره نیومده ولی خب از همین الان داره کم کم شروع میشه. داره شروع میشه. چی داره شروع میشه؟ الان برو کامل خونه‌تو نگاه کن، بعد تلویزیونم حتما روشن کن. خونه رو باشه الان چک میکنم. خدافظ. بسینم مگه چی شده میگه خونه؟ اوه بچه‌ها عکسای روی دیوار نگاه کنید. پوسترهای GTA VI پشمام. یعنی الان بازی آپدیت شده بچه‌ها، عکسینا عوض شده توی بازی. یعنی توی این بازی الان خیلی چیزا عوض شده. عکسای GTA VI رو زدن دیگه. اوه اینجا رو نگاه کن. دوباره عکس GTA VI این از این. اوه بچه‌ها بازی خیلی فرق کرده و تابلوهای کل خونه عوض شده. تابلو بالاش هم عوض شده. اوکی بذار ببینم داخل اتاق خودم دیگه چیز جدیدی نیورده. خیلی خفنه. اینجاها چیزی نیورده. داش جان من یه چیز جدید بیار. نه اینجاها هیچی نیست. خب بچه الان خونه رو کامل میگم. بعد بچه اگه دقت هم بکنین یکم رنگ بازی عوض شد. انگار تم یه صورتی طور پیدا کرده. خیلی باحال شبیه GTA VI شده. بریم ببینیم دیگه چی عوض شد. اوه اینجا رو نگاه کن. یه عکس بزرگ GTA VI هست. اوکی. بعد لامار بچه برگشت گفت که برو حتما. اینجا هم دوباره یه عکسه. لامار برگشت گفت که برو اخبار رو نگاه کن. ببینم حالا اخبار چه خبره. بریم ببینیم داخل خونه. درمون چرا باز نمیشه؟ اوه عکسای اینجا هم عوض شده. خیلی باحاله. بذار ببینم اخبار رو روشن کنیم ببینیم چی میگه. اوه بچه تریلر GTA VI داره نشون میده. اوکی خب اینا رو که همش رو دیدیم، همه چی به زودی میبینیمتون. اوه این چی بود؟ خاموش شد تلویزیون. یعنی چی به زودی میبینیمتون؟ بچه‌ها مثل اینکه واقعا یه خبرایی هست و یه اتفاقایی داره میفته. یعنی کم کم داره شهر GTA V تبدیل میشه به VI. این خیلی عجیب غریب. الان که دیگه شبه بچه‌ها، وسط شهر نمیرم. حالا بخوابیم فردا صبح بلند شیم بریم وسط شهر ببینیم چه خبره. 8 ساعت بعد. خب بچه‌ها الان صبح شده دیگه تقریبا. هوا چقدر خوشگله. قبلا آسمون این شکلی نمیشد، انقدر آبی و روشن نبود. اوکی آقا بریم سوار ماشین بشیم یکم بریم وسط شهر ببینیم چیزی فرق کرد. این لوگو رو خیلی دوست دارم. ببینیم واقعا چیزی فرق کرده توی این شهر یا نه. آقا برو بریم. ماشین کجا پارک کرده بود؟ آها بچا ماشین داشلی چطور؟ از 1 تا 10 حتما به ماشین داشلی نمره بدین. از این سوار شدیم. ایول آقا برو بریم وسط شهر. ببینم وسط شهرم چیزی تغییر کرد یا نه. این لامارم بنده خدا داشت توضیح میداد و اینا. و این که سیمیون پیام داد. ببینیم چی نوشته. سلام علی چطوری؟ بذار بنویسم. بچا داشت واسه سیمیون بچا به نظرتون سیمیون هم تغییر کرده؟ یعنی الان ما آخرین آپدیت GTA V اومدیم، به نظرتون مغازه سیمیون یا خود سیمیون تغییر کرده یا نه؟ حالا یه سر به سیمیون میزنیم. آقا بریم اول وسط شهر ببینم وسط شهر چیزی تغییر کرده یا نه. برو بریم. بچا من الان چند دقیقه است داخل شهر دارم میچرخم و پوستر و اینا نگاه کنید بچا. پوستر اینا رو دیدم، یعنی کلی پوستر از GTA VI زدن. یه نمونهش اینجاست. و بچا یه چیز خفن دیگه اینه که یه ماشینای داخل شهر هستن که روشون لوگوی GTA VI نگاه کنید. اینا خیلی باحاله. یه ماشینای خیلی خفن و شیک. واسه یالم از این ماشینا بود. حالا مدلای ماشینا فرق می‌کردن که لوگوی GTA VI روی این ماشینا هستش. حالا نمیدونم دلیلش چیه. شاید به خاطر آپدیت ما هم میتونیم این ماشینا رو سوار شیم و خودمون بکنیم. عکسش هم که اونجا زدن و چه عکس خفنی هم داره. بچا بریم یکم شهر رو بگردیم ببینیم چیزای دیگه هم میتونیم پیدا کنیم یا نه. داش راه میدیم ما بریم یا نه. بچا چیزای عجیب دیگه تو شهر ندیدم. یه ماشینا بودن، یه دونه اون پوستر و بنرایی که حالا برای بازی بود اونا رو پیدا کرد. یه ماشین دیگه چه خفنه این ماشین. آقا وایسی ببینم الان اینقدر ماشینای خفن توی شهر هست. یه زنگ به سیمیون بزن ببینیم اونم ماشینای جدید آوردی یا نه. بزنینم. سلام چطوری سیمیون؟ سلام چه خبر علی؟ چیکار می‌کنی؟ قربونت مرسی خوبم. تو چیکار می‌کنی؟ هیچی دارم برات تنگ شده بود. خیلی وقت بود که نبودی. آره من یکم درگیر یه کارایی بودم برامون نبود. سیمیون میگم ماشین جدید یعنی جدید خفن نه اینکه ماشین قدیمی بهم بدی. ماشین جدید چیزی آوردی؟ بگم ماشین منظور ماشین GTA VI؟ آره یه همچین چیزی یعنی مگه آوردی؟ آره اتفاقا امروز یه دونه بنتلی رسید که از جزیره GTA VI اومده. خیلی ماشین خفنی.
بیا حتما یه سر نگاهش کن. ماشین بنتلی اومده. باشه الان میام. تو مغازه دیگه؟ آره مغازم بودو بیا. حل خدافظ. آقا گفت که یه ماشین بنتلی اومده از جزیره وی آی، یعنی همون جی تی ای وی آی وای سیتی. آقا بریم ببینیم ماشین چجوری. اگه ماشین خفن باشه حتما میخرمش. یه یادگاری از جی تی ای وی آی حتما داشته باشیم. و اینکه بچا اگه لایکای این ویدیو رو به بالای 2000 تا برسونید، پارت دوم این ویدیو رو میسازم و کلمه پارت 2 رو توی کامنت ها بنویسید. آخر ویدیو رو حتما نگاه کنید که یه اتفاق خفن قرار بیفته. آقا برو بریم. خب بچا بریم مغازه سیمیون ببینیم سیمیون چیز جدیدی. اوه ماشین رو نگاه کن. چه خبره اینجاها رو نگاه کن و عوض شده کلا. حاجی بازی خیلی خفن تر شده. بچا به نظرتون این نسخه خفن تر یا نسخه قبلی؟ هر کدوم دوستان حتما کامنت ها بنویسید. نسخه جدید یا قبلی؟ داداشم بچا ماشین فکر کنم همون که پشت سیمیونه، ولی اونم خیلی ماشین خفنیه. سلام، چطور سیمیون؟ آقا علی آقا چه خبر؟ سلامتی سیمیون. میگم ماشینه اینیه که پشت سرته؟ آره آره خودشه. خیلی ماشین خفنی، فقط هم یه دونه هست توی این جزیره و هیچ کسی ندارتش. حتما یه نگاهی بهش بنداز. باشه بچا چقدر ماشین خفنه. بچا لوگوی جی تی وی آی هم روش هست. چه خوش رنگ هم هست ماشین، اصلا رنگ آبی عجیبی داره. بذار داخلش هم ببینم. واه بچا داخلش هم آبی، خیلی خوشگل ماشینه. این ماشینو حتما میخرمش، یعنی قیمتش اصلا برام مهم نیست، هر چند تومن باشه میخرم. سیمیو میگم حالا قیمت این ماشینه چنده؟ این ماشین رو من میخوام. قیمتش فکر کنم 10 میلیون دلار بود. 10 میلیون دلار؟ من 10 میلیون دلار ندارم اینو بخرم. خب میگم سیمیون نمیشه اینو حالا یه هفته به ما قرض بدیم و اینو یه سوار بشیم یه دوری بزنیم اینا؟ ببین آخه توی این جزیره فقط یه دونه از این هست. اگه یه جا بخونی دیگه از دست میره، یعنی ماشین آشکار میشه، به درد نمیخواد. مجبوری که 10 میلیون دلار بهم پول بدی. نه بابا خیالت راحت. بابا دست فرمون داشلی گواهینامه داره. این گواهینامه‌ای که بچه‌ها میدونن. بچه‌ها کامنت بنویسید ببینم یادتون میاد. داشلی گواهینامه‌ای داره که هیچ جا نمیکونه. اوکی باشه دیگه، سوار شو دیگه. چی بگم؟ اوجی دمت گرم. بچه‌ها دیدین چه جور مخ سیمیون رو زدم؟ آقا بالاخره ماشین از دستش گرفتم بدون اینکه حتی 1000 تومن پول بهش بدم. البته ماشین خراب نمی‌کنم دیگه، بعدش می‌خوام برگردونم به خودش. و اینکه آقا ماشین خیلی خفنه، یه شتاب خیلی قوی داره و ظاهرش هم اگه نگاه کنی بچه‌ها تو هیچ جای شهر شما نمیتونی یه همچین ماشینی پیدا کنی. آقا عقبو نگاه کن. یا خدا ای وای شروع شد. رئیس بهم زنگ زد. این چی میگه این موقع؟ من دارم تازه با این ماشین حال می‌کنم. سینم جواب ندم خیلی بد میشه. الو سلام رئیس، چطوری؟ سلام، چه خبره؟ هیچ کارو می‌کنی؟ هیچی رئیس، اومدم دور یه ماشین سیمیون بهم داد. ماشین رو از جزیره وی آی آوردم و خیلی خفن داره. من همه چی رو لو دادم به رئیس. اوه بابا پس داری اشغال می‌کنی که. اتفاقا برات یه مأموریت خیلی مهم دارم راجع به همین جی تی ای وی آی. مأموریت راجع به جی تی ای وی آی؟ رئیس چی شده؟ ببین قراره یه لوکیشن بهت میفرستم، برو اونجا یه ماشین لیموزین. اون ماشین لیموزینه رو بردار، شب مهمون داریم. مهمون چیه؟ ببین یکی از کاراکترهای همین جی تی ای وی آی قراره یه جزیره و باهاش کلی قرار مأموریت انجام بدیم و خیلی باهاش کار داریم. اسمش هم لوسیا. با لوسیا که همین کاراکتر دختره جی تی ای وی آی رئیس میشناسمش. آره اون داره میاد جزیره ما و اینکه حواست جمع کنی که قرار به دنبالش. یعنی لوسیا رو قراره از نزدیک من ببینم؟ آره پس حواست جمع کنی. حالا لوکیشنم الان بهت میفرستم، برو ماشینا رو بردار. اوکی رئیس، اوکیه. بچا فهمیدین رئیس چی میگه؟ قطع کرد که خدافظی نکرد. بچا رئیس گفت یه لوکیشن بهم میفرسته، اونجا یه ماشین لیموزین هست. بعد گفت لیموزین رو بردار برو دنبال لوسیا. خب من از کجا بدم این لوسیا کجاست؟ لوکیشن هم که فرستاد. آقا برو بریم. بچا من میگم بازی عوض شده. آسمون رو نگاه کنی چه خفنه. اصلا کیفیت بازی خیلی بهتر شده. عجیبه. بریم این بالا. بچا رئیس لوکیشن فرستاده، منم یه ساعت تو راه هم با این ماشینی که سیمیون گفته بود حواست بهش باشه. اوکی گفت اینجا یه لیموزینی هست که اصلا ببینی متوجه میشه اونو بعد برداری. بریم ببینیم ماشین نگو که همینه. واو جی ماشینه چقدر خوشگله. بچا یه ماشین هامر لیموزینه اشتباه نکنم و لوگوی جی تی وی آی روشه. رنگ صورتی و چقدر خفنه و پلاک هم نداره ماشینه. لوگوی جی تی وی آی روشه روی اینم. خیلی ماشین خفنی. با این قراره بریم دنبال لوسیا، همون کاراکتر جی تی وی آی. رئیس زنگ زد. از کجا فهمیم الان رسیدم اینجا؟ الو سلام رئیس، خوبی؟ سلام علی. ببین الان یه کشتی داره نزدیک جزیره میشه و اینکه همون ساحلش کنار شهر بود اونجا داره میشه، برو اونجا دنبالش. باشه فقط رئیس اونجا طول میکشه. من الان باز 1.5 ساعت 2 ساعت اینا تو راه هم. اشکال نداره، اون تا کشتی برسه تو هم رسیدی اون. حله دیگه. باشه خدافظ. بچه‌ها ببینید چقدر ماشین خفنه. آقا داریم میریم دنبال لوسیا و مثل اینکه مهمون داریم دیگه. از این به بعد قرار توی ویدیو هامون یه نفر باشه به اسم لوسیا، کاراکتر جی تی ای وی آی. و بچه‌ها من یه خبری هم که شنیدم این که میگن جی تی ای وی آی فقط برای کنسولا میخواد، یعنی فقط برای PS5 و ایکس باکس سری ایکس میخواست بیاد و گفتن که مثلا اینکه برای PC نمیخواد بیاد. این خیلی برام عجیب بود. شما حتما تو کامنت ها بنویسید کنسولی که حالا باهاش بازی می‌کنی چه کنسولی
PS5 دارین، ایکس باکس دارین، PS4 دارین یا PC دارین، هر چی هستش تو کامنت ها بنویسید ببینم کنسولی که باش بازی میکنید چیه. آقا ما هم دیگه کم کم بریم سمت ساحل شهر و منتظر بمونیم تا لوسی خانوم برسه. برو بریم. بچا خوابم داره میبره. این ماشین هم شب خیلی خوشگله. آقا یه کشتی رسیده نزدیک جزیره، به رئیس زنگ زدم گفت که تو همون تو ساحل وایسا خودش میاد. حالا نمیدونم دیگه خودش چجور میخواد بیاد، شنا میخواد بکنه، چیکار میخواد بکنه، من خودم نمیدونم. آقا ما میایم اینجا پارک میکنیم، ولی این ماشین واقعا خیلی ماشین خوشگلی. بچا خیلی از این ماشین خوشم اومد. اصلا نگردم برای خودم، نه میتونم بردارمش برای خودم. رئیس که چیزی نمیگه. اوکی آقا ما همینجا وایسیم تا این لوسی خانومه کیه، حالا منتظر بشیم تا اون بیاد. من منتظرم. 1 ساعت بعد. بچه این چرا نمیاد؟ به خدا دارم دیوونه میشم. الان 1 ساعت اینجا منتظرم. رئیسم گفت که بهم اصلا زنگ نزن کار دارم فلان. الان 2 دقیقه میرسه. چی زد از شیشه ماشین؟ وای چی خود لوسیوه پشمو، این خودش اومد اینجا. وایس پیاده شم. اوه بچه این خودشه. سلام خوب هستی؟ اما این برای ماموریت این داستان ادامه. ماموریت چی؟ چرا؟ صدای هلیکوپتر و پلیس داره میاد. سوار ماشینشو باید فرار کنیم. یا خدا ماموریت شروع کردی. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو می‌بینید قلب قرمز رو توی کامنت ها بزنین و بچه‌ها لایک های ویدیو رو به بالای 2000 تا برسونید تا بریم برای پارت 2 و کلمه پارت 2 هم مثل همیشه توی کامنت ها یادتون نره که قراره اتفاقای خیلی خفنی توی جی تی ای وی بیفته. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و این زنگوله کنارش هم حتما روشن کنین که هر وقت ویدیو خفن آپلود کنم سریع با خبر بشید. پیج اینستام هم اگه فالو ندارین حتما فالو کنید. خیلی دوستتون دارم. 2 تا ویدیو آخرم اگه ندیدی برو ببین، خیلی ویدیو خفنیه. مراقب خودتون باشین و تا یه ویدیوهای دیگه بدرود.